مادران و بانوان ارجمند، شما رو با مناسبت این روز مبارک، این روز سعید، این روزی از همه زیباترین و از همه دلافروزترین سال از صدق دل تبریک تهنیت می‌گویم و من این روز را، روز 8 مارس را از همه روزها بیشتر دوست می‌دارم، زیرا که در این روز مادرم تولد شده است و می‌خواهم که در این روز مقدس اولین شعری را که برای مادر نوشته بودم، اولین غزلی که برای مادر نوشته بودم با شما بخوانم. شاعری هم هست یک لطف و عطای مادرم. من فقط شاعر شدم از بچه های مادرم. مردن آسان نیست میدونم، ولی لازم شود 100,000 بار میمیرم برای مادرم. صدقه جانی به دردش، صدقه چشم ترش، من ندیدم قیمتی را در بهای مادرم. غم خورم، پند و نصیحت بشنوم، آدم شوم تا بیارزم ذره بر خاک پای مادرم. سوز مادر دیگر است و مهر مادر دیگر است، دیگری را از کجا یابم به جای مادرم. دیده گریان جان و دل بریان خیراندهش گفت، سوخت جانم تشنه یک کف دعای مادرم.